سلام به همراهان زربویس، چه کسانی که ما رو تو اینستاگرام دنبال میکنن چه یوتیوب. خب اینجا من با یه تیر دو نشون زدم، یعنی گفتم که هم اینستاگرام هست، اگر توی یوتیوب هستی باید بدونی که اینستاگرام هم هست. خوشحال میشم که از دو طرف ما رو دنبال بکنید. یکی از علایقی که من دارم، مثلا تو پروسه گویندگی و گفتار خیلی دوست داشتم و به ذهنم رسید، این بود که این علاقم که کتاب خوندن رو بیام شیر بکنم. تو فضایی که خیلی امکانات نیست و دارم به گوشی ضبط میکنم، ولی خب حالا در حد اینکه نویز از بین بره و خیلی چیزای دیگه به صورت پادکست بشه که شما هم اذیت نشید، در اختیارتون قرار میدم. کتابی که من میخوام در خصوصش صحبت کنم امروز، که حالا برای پارت اول اسم کسی که نویسندشه و کسی که ترجمهش رو انجام داده گفته میشه و یه مقدمه مختصر برای بخش اول. کتاب انسان بیدار هست. کتابش فوق‌العاده است دوستان. مقدمش رو براتون میخونم انگار که اومدین توی کتاب فروشی و میخواید پشت کتاب رو بخونید ببینید که به کارتون هست نیست، ولی خب این کتابی که به کار همه هستش. انسان بیدار شعارش اینه: پژوهشی نو در سیر تکامل ذهنی و روانی بشر، که نویسندش پروفسور فرد هارت کلیکسه که جلوتر بهتون میگم خیلی دستاورد داشته این آدم. ترجمه و پژوهشش مال آقای دکتر بهرام پروانه است. من مقدمه‌شو میخوام براتون بخونم. توانایی تفکر، حل مشکلات و برنامه ریزی نه فقط خاص وجود انسان بوده، بلکه در روند تکامل موجودات یکی از شاهکارهای تکامل و تمدنی به شمار می رود. پروفسور فرد هارت کلیکس به عنوان یکی از پیشکسوتان دانش فیزیولوژی روانی در جهان با معرفی این کتاب برای اولین بار اقدام به تلفیق مدل‌های جدید روانی با عناصر شناخته شده موجود در تئوری تکامل مانند زیست و انسانشناسی نمود. او با کار خود موجب به وجود آمدن یک انقلاب علمی گردید که همکنون شاخه‌های علوم کاملا جدیدی را تشکیل می‌دهد. این کتاب به زبانی ساده روند تکامل ذهنی و روانی بشر تا به امروز را با اتکا به علوم دیگر و بر اساس روشی نو و قابل درک برای همگان شرح می‌دهد. کتاب حاضر بررسی آخرین نتایج پژوهش‌های علوم جدید درباره نحوه و چگونگی تکامل ذهن و هوش انسان که در دهه‌های قبل به دست آمده است را به نمایش می‌گذارد. این کتاب پاسخ به پرسشی است در اصل که چرا ما انسان‌های مدرن در طرز تفکر خود این چنین هستیم که هستیم، و خواندن آن به همه پویندگان و علاقه‌مندان علوم جدید پیشنهاد می‌گردد. حالا من جلوتر، خیلی آدم خفنیه این آقای فرد هارت کلیکس، از دستاورداش میخوام بگم. کجا اصلا کلا میخوام یه کلیتی ازش بگم. پروفسور فرد هارت کلیکس در سن 80 سالگی در سپتامبر 2004 چشم از جهان فرو بست. او یکی از بزرگترین محققان مکتب روانشناختی در قرن 20 به شمار رفته، به نحوی که نتایج تحقیقات و آزمایشات او زیربنای به وجود آمدن دانش جدیدی به نام فیزیک روانی یا همون سایکوفیزیکس و ارتباط آن با واکنش‌های فکری انسان و نحوه تبادل اطلاعات در مغز را به همراه داشت. او موجب شد تا شاخه‌های دیگر علوم مانند فیزیک، ریاضیات، زیستشناسی و فلسفه به علم روانشناسی راه پیدا کنند. خیلی حرکت بزرگی انجام دادن، نظر من که دارم میخونم. امیدوارم شما هم همین نظر رو داشته باشید. آوازه او در جامعه جهانی دانشگاهی زبانزد خاص و عام است. پروفسور فرد هارت کلیکس در سالهای 1980 تا 1984 ریاست مجمع جهانی فیزیولوژی که در زمان او رسما جزو سازمان‌های تحت پوشش یونسکو شناخته شد را به عهده داشت. دامنه عظیم تحقیقات او
شامل بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل واکنش و چگونگی تبادل اطلاعات در مغز انسان تا بررسی دقیق درک گفتار، حروف، کلمات و فراتر از آن شناخت چگونگی رویارویی مغز انسان با چالش‌های روزمره شده است. حداقل متوجه شدیم که کتابش ارزش خوندن داره. سایر افتخارات جهانی این شخص خیلی جالبه که اینجا ذکر شده. 1. ریاست کرسی، دیگه یه عدد نگم چون زیاده. ریاست کرسی روانشناسی دانشگاه مشهور هومبولت در شهر برلین. عضو ارشد آکادمی علوم سوئد بوده. عضو ارشد آکادمی علوم اروپا در لندن بوده. عضو ارشد آکادمی علوم فنلاند، نیویورک، آلمان و علوم طبیعی آلمان و علوم آلمان شرقی بوده. دارنده مدال افتخار یا همون اشمیت پرایس مجمع سایبرنتیک آلمان. خیلی این نشون میده که آدم توانمندیه و کتابش حداقل ارزش خوندن داره. توی بخش دیگه براتون سرآغاز مترجم رو میذارم. ممنون که با ما همراه هستید. ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و شیر انجام بدید، سیف کنید اگر حس میکنید که مد نظرتون واقع شده. در ادامه در خدمتتون هستم.